سلام، خوبید بچه‌ها؟ بریم برای درست کردن شیرینی مشهدی آلمانی خوشمزه. اول از همه 150 گرم روغن جامد به دمای محیط رسیده داریم. 50 گرم پودر قند الک شده رو بهش اضافه می‌کنیم. یکم با حالا لیسک یا یه چنگالی چیزی این مواد رو مخلوط می‌کنیم، بخاطر اینکه این مستقیم الان همزن رو بهش بزنیم مواد بیشتر میپره. هم می‌زنیم یا حالا با همزن برقی یا حتی با دستی تا این موادمون یکم روشن بشه. بعد بهش یه دونه تخم مرغ و 1/4 قاشق چایخوری وانیل رو هم اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم. بهش 2 قاشق غذاخوری شیر و 2 قاشق غذاخوری عسل رو هم اضافه میکنیم. بچه‌ها گفتم همزن اگرم نداشته باشین به صورت دستی هم میشه این کارا رو کردش. و بعد دوباره الک رو برمیداریم و 300 گرم آرد رو کم کم به موادمون توی 2-3 مرحله اضافه میکنیم، الک میکنیم، هم میزنیم و دوباره بقیه آرد رو اضافه میکنیم. این کارو میکنیم که مثل همیشه توی شیرینی‌های مختلف هم میگم شیرینیمون اون آرد توش به صورت گوله گوله نشه. وقتی خوب خمیر رو مخلوط کردیم بچه‌ها، آخر خمیر یکم هم زدن شاید یکم سخت باشه، ولی به هیچ عنوان با دستتون ورز ندین چون خمیرتون خراب میشه و به روغن میافته. همینجوری با لیسک یا حالا یه قاشق کم کم آروم آروم سعی کنید تا خمیرتون رو کاملا منسجم این شکلیش بکنید. بافتش دقیقاً باید همین جوری باشه. حالا مواد رو داخل پلاستیک میریزیم، با وردن صافش میکنیم، بالا درش رو میبندیم تا هوا داخلش نره و 1 الی 2 ساعت توی یخچال میذاریم. بعد 2 تا کاغذ روغنی برمی‌داریم. اگه کاغذ روغنی هم نداشته باشین از پلاستیک هم میتونین استفاده کنین تو این مرحله. خمیر رو بین 2 تا کاغذ حالا یا 2 تا پلاستیک میذاریم و با یه وردنه اینو خوب صاف میکنیم. اولش یکم شاید سخت باشه چون سفته، ولی کم کم دیگه نرم میشه و راحت میشه. به کمک کاترهای مختلفی که توی بازار هستش این خمیرمون رو برش میدیم. این رو آروم از روی کاغذ حالا یا پلاستیکمون برمی‌داریم و داخل اون سینی فرمون قرار میدیم. از ته ماسورمون هم برای برش وسط شیرینیمون استفاده می‌کنیم و به مدت 10 الی 20 دقیقه توی دمای 170 درجه می‌ذاریم. حالا شیرینی‌های من آماده هستش. با شکلاتایی که معماری کردیم از قبل میتونید این حالت‌های راه رو ایجاد کنید کنارش و روش رو با پودر پسته، کنجد یا حتی همون مارمالادی که درست کردیم روشون رو تزیین کنید. واسه وسطش هم میتونید از بریلو بیرون استفاده کنید، هم این مارمالادای خونگی که من کامل طرز تهیه‌اش میتونین به صورت خونگی درست کنین و خیلی خوشمزه تر هم هستش اتفاقا. اون روی شیرینی و روی این قسمت مرباییش میذاریم و به همین صورت آماده است. به به، ببینید چی شده، یعنی نگم از عطر و طعم و خوشمزگیش براتون. اینم از بافت داخلش. درست کنید و نوش جون کنید.